سلام، شب و روزتون بخیر. بنده موشکاف نشسته بودم داشتم اوضاع و احوال علیگدا رو رصد میکردم، یهو دیدم اون زیر میرا یه سر و صداهایی بلند شده. گوش تیز کردم دیدم بله صحبت از دادگاهی متهمی به نام میمه. میمه کیه؟ والا منم نمیدونم. تیبیریش به صورت کاملا مخفیانه همچین امنیتی خبر و مخابره کرده. ملاحظه کنید خیلی قضیه مبهمه، هیچکی نمیفهمه این متهم کیه. پرونده متهمی شناخته شده به نام میمه با چند عنوان اتهامی و کیفرخواستی 138 صفحه‌ای بعد از 21 ماه به دادگاه انقلاب رسید. طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و برای حفظ حرمت افراد تا قطعی نشدن حکم متهم، رسانه‌ها حق اعلام نام کامل و یا پخش تصاویر واضح از آنها را ندارند. اثرگیری محاکمه میمه خبرنگاران بسیاری را به پشت درهای بسته شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی کشانده بود. هنگام ورود متهم به جلسه دادگاه، یه برادر و فه خواهر متهم همراه او بودند. یه برادر متهم هنگام ورود به دادگاه گفت اتهامات وی سیاسی است. فه خواهر متهم نیز در جمع خبرنگاران گفت من دلیل نداره صحبت کنم. زپلش یخ کنی زرقامی، فیس فائزه هاشمی رو اونم تو مدیوم شات نشون میدی، بعد میگی فهه. سر کی رو میخوای شیره بمالی؟ کوسه و برابکسش خودشون اند شنای زیراوی هن. بعد تو میخوای محاکمه مهدی هاشمی رو اینجوری اون زیر میرا بمالونی. البته بقیه بلندگوهای دلواپس باند عظما هم دنبال این بودن که همچی بی سر و صدا قضیه رو به صورت زیر سیبیلی رد کنن. رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی با هجمه رسانه‌ای به دستگاه قضا آغاز شد. کیفرخواست 125 صفحه‌ای آقازاده روی میز قاضی. اما از اون طرف اکبر کوسه ورق پاره‌هاشو تیر کرده که تا میتونن داستان محاکمه بچه کوسه رو تو بوق و کرنا کنن و پیچا پیش دست دلواپسا رو ببندن. نتیجهش سیاهیایی تو این مایه هاست. با اینکه دادگاه مهدی هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی دیروز شروع شد و امروز نیز ادامه می‌یابد، هیچ یک از افرادی که با ادبیات مخصوص خودشان میگفتند پدر وی نمیگذارد این محاکمه انجام شود، اعتراف نمی کنند که هاشمی رفسنجانی مشکلی برای محاکمه فرزند خود به وجود نیاورده و نمیگویند چرا احمدی نژاد حاضر نشد به دادگاه برود. راستی از حکم معاون اول احمدی نژاد محمد رضا رحیمی چه خبر؟ بله، از همین دو سه نمونه میشه فهمید که بوکس بازی عظما و اکبر کوسه داره به جای باریک میکشه. موشکاف چارچشمی داره این دوقلوی خبیث رو میپاد. علی گدا از الان گفته باشم اگه تونستی یارو رو یه 7-8 سالی بندازی هلفتونی، معلومه هنوز نیم سیر پشم به امامت مونده. اما اگه نتونستی و ورق برگشت، بدون که مجلس خبرگان میمونه و اکبر کوسه و باقی قضایا. با آقای موشکاف